وقتی انسان در قبر میمانند، البته انسانی که صالح باشه اون منکر و نکر از سه چیز میپرسن: من ربک، ما دینک، من نبیک. ربی تو کی هست؟ دینی تو چی هست؟ پیغمبرت کی هست؟ انسان صالح میگفته که ربی الله، ربی من الله هست، دینی الاسلام، نبی محمد صلی الله علیه و سلم. در روایت گفتن که صورت جناب پیغمبر میارن، میگن در حق این شخصیت شما چی گفتنی هست؟ آیا به این آشنا هست یا نه؟ البته انسان صالح جواب گفته میتونه. وقتی جواب گفته میتونسته، با سوی او گفته میشه که نوم که نوم العروس، میفتن خواب را مثل خوابی عروس که در روز قیامت را دوست داشته شده بیدار میکنه. عروس سحر کشید، یعنی شوهرش در حال بیدارش میکنه که بخیز که یعنی در خواب نمانی، بخیز که اکن شبهای اول از عیب نشوه گفته. یعنی انسانی که وقتی جواب گفته میتونه، با سوی او منکر و نکیر میفتن که خواب را که ترا در قیامت پروردگارت دوست داشته شده، پروردگارت بیدارت میکنه. این انسان میفته که من اجازه بده برم اهل بیت ما خبر کنم که از جواب شما گذشتم، حالتم خوب است. با سوی گفته میشه نه، اک برای تو دیگر اجازت نیست. خواب را خداوند این شخصیت قبرشه، یعنی که یک باغچه از باغهای جنت میگردونه. جناب پیامبر گفتن که القبر روضة من ریاض الجنه او حفره من حفر نیران. قبر هر شخصیت یا باغ از باغچه های جنت میشه یا که پستی از پستی های دوزخ. اما انسانی که گناهگار است و فاسق و منافق است، این شخصیت وقتی میپرسیدن من ربک، میفته لا ادری، ربت کس؟ میفته نمیدونم. اصل انسان پیش از اینکه در قبر میماننش، پیش از این خداوند همون منزل آخرت چه براش پیش از مردنش نمایان میکرده، نشان میداده که یعنی کجا رفته ایستاده. انسان صالح وقتی در تابوت میموندن، میفته قدیمون زودتر و تیزتر ببرین، من محتاج جنازه شما نیستم. جنازه یک دعا هست در حق مرده، خداوند آخرت من آباد کرده است. اما انسانی بعد میفته که اخیرون آهسته تر ببریم و حالم رحم کنه که آخرت من عذاب است. انسانی که بد است وقتی میپرسیدن من ربک، میفته لا ادری، نمیدونم. یعنی که بعد برای او عذاب شروع میشد. عذاب قبر، زبغه قبر در عقیده ما میخونیم، آشنای قبر از دو طرف با چنان عقیده نمیکرده که قبرگاه‌های انسان از همدیگر میگذشتن. یعنی که چقدر سخت قبر انسان میجخیده و عذاب قبر این حق است. ما در عقیده را میخونیم، اهل سنت و الجماعت در یگان تردید و یعنی ضدیتی ندارند. تا روز قیامت انسان صالح در راحت است. خداوند قبرش یک باغچه از باغهای جنت میکرده است. در بعض روایت آمده که 70 گز در 70 گز، یعنی یک گزش 70 سانتی متره. اگه 70 گزش چقدر شوه حساب کنید خودتون، یعنی که 70 گز این جانبش 70 گز این جانبش، خداوند قبر انسان یک باغچه از باغهای جنت میکرده. در گوشه قبرش یک مهره میکشاده، بوی خوش جنت در دماغش میزده، تا روز قیامت در راحت خواب میرفته. اما انسان بد تا روز قیامت حالش عذاب بده. عذاب در قبر یعنی که شروع سر میشه.